حکم 8 سرباز و افسر روز 3 می از طرف دادرس کلیه حربی دادگاه عالی در شهر خوجند اعلان شد. مقامات جزئیات آن را نمیگویند. روز 31 می در کلیه حربی دادگاه عالی به خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند با سببی به قوه قانونی ندرآمدن حکم آن را شرح دادن نمیتوانند. دادگاه سربازان فخرالدین عظیموف، محمد نظر ناظموف، سنت الله خلمتوف و جانبه قاسم زاده را به 9.5 سال زندان محکوم کرده است. سربازان دیگر اعظم جان کمالوف، حاجی اکبر سیف الله و شمس الله یوسفوف 11.5 سال زندان گرفتند. 4 سرباز به ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی و 3 نفر دیگر بر علاوه این اتهام باز به سوء استفاده از وکالت گناهکار شدند. پادپالکومنیک نزهت لزوریف به 11.5 سال زندان محکوم شد. این افسر به سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی گناهکار شده است. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. معلوم نیست که 8 سرباز و افسر حکم دادگاه را قبول کردند یا نه. تلاش‌های ما برای پیدا کردن نزدیکان یا وکیلان دفاع سربازان و افسران به نتیجه بود. مسئولان کلیه حربی دادگاه عالی گفتند مرافعه به طور باز و در بینای دادگاه حربی گرنیزانی شهر خوجند گذشت. نمایندگان 2 تلویزیون محلی ولایت سوخت مرافعه را ثبت کردند. 8 سرباز و افسر آخر ماه اپریل امسال و به دنبال پخش نوار لاتوکوبی سربازان بازداشت شدند. پخش این نوار در روزهای دعوت بهاری جوانان به ارتش خشم بسیاری ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.